بهترین کمدین ایران به نظرت کیه؟ تو بهترین کمدین ایران به نظرت کیه؟ فهمی خب من یه رابطه دلی دارم چه نمیشه هر باری رو واقعا یه رابطه دلی دارم به مهران. برام مهران مدیری دیدنی ترینه دیگه، اینقدر که دوربین آدمو دوست داره. و خب دوربین دوستش، تو هم دوستش جواد عزتی رو خیلی دوستش دارم، خیلی خوبه. خب رضا عطاران خیلی خوبه، بهرام افشاری خیلی دوست دارم، پژمان جمشید، سامد درخشانی خیلی، سیامک انصاری، مهران مدیری، هادی کاظمی، جواد رضا و بهرام. جواد عزتی رو خیلی دوستش دارم. هم که گفتی بعد باز مثلا حالا بخوای بگی بازم الان دیگه چند نفر دیگه رایی میشه بگم. چی؟ ادامه بده، لیست تو ادامه بده. گفتم دیگه. باز ادامه نداره دیگه. کمدین هایی که اصلا آها تو